بزرگ می‌فرماید میگه که دلچو متیگ چراغی نظر شود، فرزند خوب جاینشین پدر شود، فرزند خوب جاینشین مادر شود. نخلی که بار نداد شود باغبان کباب، خود میخورد پدر خود میخورد مادر اگر دختر یا پسر بیهنر شود. سوی محیط دویدیم ز تشنگی، آبی نیافتیم که لبی کاسه تر شود. در باغبان نهال باغ از ثمر نیست، طالع اگر مدد کند خاک زر شود. امروز طالع شاهنامه‌دان بهادر جان و عبدالمجید جان مدد کرده که بالای سر هم پدر دارن هم مادر دارن. عزیزان چشمه‌هایی از محبت شعله‌ور دارد پدر، سینه گرمی چو آتش پرشرر دارد پدر. در وجودش ذره‌ای از نامحرمی موجود نیست، جز غم فرزند کجا فکر دیگر دارد پدر. پدرای ما نمیخورند از جان نمیپوشند، ما را میخورانند و میپوشانند تا اینکه ما میان این نامردها محتاج نباشیم، سرخم نباشیم. پس میگیم که آن که در عائله هم چون سپر است، پدر است و پدر است و پدر است. پیسرش گر بشود مردی رشید، سالها رنج و مشقت بکشید. دخترش تا بخورد نان حلال، صد گنبد فضل و کمال. سخت و محکم بود ایمان پدر، صاف چون آینه وجدان پدر. تا زمین است تا سما است تا حیات است بر ما، حرمت پدر و مادر در دل یک و یک ما و شماست. پدر جان مبارک باشد، مادر مهربان مبارک باشد. پاشا جان امروز خرسند که 2 کلیم به خانه آورد. این کاری چوخی نیست، باور کنید. بسیار انمون زحمت و مهنت میکنن برای فرزندانه، چون بزرگ میگه که آرزوهای دیاد در دل انسان بود، زیستن با آرزوها خوشتر و آسان بود. ما که پیمودیم کنوشی با فراز عمر را، راه پیمانی ما دانی عذاب جان بود. انمون زحمت های اکی ریاستین بود، درد و رنج اکی ریاستین بود، مهنت حلال اوچم بود، خاله گلنگار دعاهای اوچم بود که شادامادان به این جاده نیک رسیدند. مرحمت اکی ریاستین جان یک کم دعا بوده که ممکن بعد 15-20 سال همین در ارخیو بماند. در صندوق بعد تماشا میکنید که این لحظه را. بله لحظه ها میگذرد، خاطره ها میماند، در دنیای گذران نیکی نشان میماند. میگوید مرحمت دوستان، مهمانان، همدیاران، همه جمع شیخک، همه شما رو یار دوستو حافظو استاد حاجی خیردین، همه شما رو به این درگاه ما خوش آمدید میگوییم. نور دیدار تاج سر، خوش آمدید به دیار ما و خانه ما خیلی خرسندگی به خرسندی ما شما آمدید و خدمت ما را اجرا کردید. استاد من یک چیز قید کنم بچه ها، همین غیاس خیرات که ما رو که بسنه آمدیم، یک چی پیش نظر آمد که دوره که غیاس قطعی ما توی میگشت اویلدار نبودن، بچه که یا شکک بودن. کرغان تیپه توی رفتیم و وقت وقت نیسانگی بود که خوش آمدید. یک طرفش در نمال زنکی بود، یک طرف نمال مردکی بود. تا ما درست میشتم با هم جواب که اکی خیردین من خیلی توی میده باشم و این خیلی توی رو میبینید. یک قرصک شما برای دو در جان ما زنده باشید. زنده باشید. تشکر زیاد میگیم. اوچا جان یک هفته آمدیم خاطری همه جیانا چفتنه یکی اینا که توی بچه گذراندی با خدا آوز کنه که توی نبیروش گذران خدا با هموز برساند. زنده باشه. پلانو را بیچ که پلانوی زود دارن. عمر باقی باشه، عمر پیش از همه سلامتی. ما در جا دعا نمیتیم شما. هر دعای مادران دل کباب در حق فرزند باشد مستجاب. در حدیث مصطفی دیدم نوشت در کدام مادران باشد بهشت. بار دیگر مبارک باشد.